هجوم گسترده ملخ‌های مراکشی در چراگاه‌ها و کشتزارهای زراعتی اینجا در ولایت بغلان. حشراتی که در روزهای پسین در بخش‌های از این ولایت مشاهده شده، نگرانی شدید دهقانان را برانگیخته است. همزمان با این ریاست زراعت آبیاری و مالداری بغلان کارزار مجادله در برابر ملخ‌ها را راه اندازی کرده و این کمپاین قرار است در ولسوالی‌های بغلان مرکزی، دانه غوری، دوشی، دند غوری، نهرین و دیگر ولسوالی‌هایی که زیر خطر این آفت قرار دارند تطبیق شود. اما مسئولیت مردم در اینجا چی است؟ همکاری مردم است. کار باید مردم بکنه. حالا یک مامور در اینجا اگر ما کل مامورین بغلان اینجا توزیع بکنیم هم رسیدگی کردن نمیتونه. و ما این اطمینان به مردم خود با شما میتیم که امسال ان شاء الله ملخ بسیار زود زیر کنترل خواهد و بسیار محدودی که میماند مثل از جای دور میشه باز پروازی برای ما امکانات کافی در اختیار داره. ما مردم که هست که دواهای کافی الحمدلله در اختیار داریم که سالانه ما به ذریعه همین دوا این ملخ از بین میبریم. الحمدلله ما این سال آمادگی کامل داریم که ماشینالاتی که ما دواپاشی داریم اونا فعال هستند. دیگه ای که ملت هم باید با ما مردم همکار باشه در این راستایی که در هر جایی که ملخ میبینه باید با ما گزارش بدن که در فلانه منطقه ملخ آمده. کشاورزان میگویند که محصولاتشان در خطر نابودی قرار دارد و از حکومت میخواهند تا اقدامات فوری و مؤثر برای سمپاشی و جلوگیری از گسترش بیشتر این ملخ‌ها را انجام دهد. اگر این مدیریت درست نشود امکان داره که زراعت مکمل بخوره. همین چیزی که است ملخ بسیار یک حشره خرد است مگم خوراکش مثل مال واری است. یقین بکو پارسال اوجا آمده بود یعنی یک جوی امی پالیزه یقین بکو دمی ساعت نیم ساعت دموجا وجود نداشت مکمل زد. بسیار زیاد از بین میبره. دهقان متضرر زیاد میسازه. 80-90% مزرعه دهقان از بین میبره. دهقان خونمو یک کشت زراعت داره. اگر کشت زراعتش کنترل نشود توسط ادارات زراعت و خامخا کشت زراعتشون از بین میره و خواهش ما از مدیریت خدمات ریاست زراعت و همچنان سلسلتاً از وزارت همی است که باید با دهقان بالکل همکاری جدی بکنه. این در حالی است که اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به تازگی از هجوم ملخ‌های مراکشی در ولایت‌های کندوز، بغلان، سمنگان و بلخ خبر داده و گفته است که این ملخ‌ها در شمال افغانستان در حال تولید نسل هستند و تهدید جدی برای زمین‌های زراعتی به حساب می‌آیند.